ворох در این گوشه زیبای و خوشبود و هوایی تاجیکستان 32916 نفر اهالی با شکرگزاری از وطنی آباد و امن پی کار و روزگاری آسایشتند. زمین های کارم آبی در این دیار کوهستان همگی 298 گکتر است و میدانی باغ‌ها باشد 928 گکتر را تشکیل می دهند. 1.5 گکتر زمین داریم، کارتوشک میکاریم، مکی دو میکاریم، گندم میکاریم، حاصلی نغز میگیریم، خودمون تعمیر میکنیم، بزرگ میبریم، زندگیمون پیش میبریم. روحیه خیلی بلند و مقدس دانستن هر کف خاکی سرزمین را در اراده مستحکم و دلگرمی مردمانش به مهنت بر علا احساس نمودیم. مردم جماعت دهات ورخ به کشاورزی باغداری مشغول هستند و مردم کوشش می نمایند که در امنیت آذوقه‌واری کشور سهم ارزنده خود را داشته باشند. هر یک وجب زمین، خواه زمینی نزد حولگی باشد، خواه زمینی خواجگی دهقانی، خواه زمینی پرزیدنتی باشد و تا حتی در 1 متر زمینی نزد کارخانه ها نیست مردم کشت میگذرانند، استفاده میبرند ثمرناک، هم محصولات پالزی، هم سبزوات و هم محصولات دانگی پرورش می نمایند تا که برای ذخیره خود یک محصولات کافی داشته باشند. در جماعت دهاتی ورخ 2526 خواجگی انفرادی و عائلوی اهلانه مهنت کرده از زمین زرخیز دیار کارتوشک، لوبیاگی ها، غله‌دانگی و دیگر مواد ضروری روزگار را کشت، پرورش و استحصال می نمایند. در زمین های نزد حولگی خود پمیدار، لوبیا، کارتوشک، جواری مکه و دیگر محصولات ها را نیز کاشته زندگی خود را پیش میبریم. مردمانی سربلندش از قطعه های زمین نزد حولگی، زمین های پرزیدنتی و حصه‌ای که در خواجگی های دهقانی دارند با ثمر استفاده میبرند. ساکنان باننگ و ناموسی ورخ هر کف خاک پرقیمت کوهستان دیار را ثمرناک استفاده میبرند تا روزگاری آباد و زندگی شایسته داشته باشند. در جماعت دهات ورخ 32916 اهالی زندگی میکنند و قطعه هایی که به گروه زمین های نزد حولگی داخل می شوند همگی 360 گکتر را تشکیل می دهند. در مجموع زمین هایی که به گروه محلی اهالی نشین داخل می شوند 630 گکتر و قطعه های زمین کارم آبی نزد حولگی 360 گکتر است که هر یک وجبش را ساکنان مهنت قرینش به منفعت استفاده می برند. امروز